تقاضای اولیای دم مقتول هدی علیزاده این دادگاه تشکیل شده. کردم یه سال کشوندن این برون و یه سال کشوندن قتل عمدی مرحومه تکمیل و تسلیم دادگاه می شود. جناب بازپرس، من یه سوال دارم اگه اشکال نداره. چه خودتون یا وکیلتون دفاعی دارید بفرمایید. چی آقا اینجا شلوغش کرد؟ جناب قاضی، همونطور که میدونید قانونگذار مصادیق ارتکاب به قتل عمد رو در مواردی که حتی جانی قصد حصول نتیجه رو نداره هم پیش بینی کرد. اگه قرار باشه هر کس خودش قاضی باشه، خودش حکم صادر کنه و خودش حکم رو اجرا کنه، فکر میکنید به سر ما چی میاد؟